به نام خداوند مهربان، برادران گرامی، خواهران ارجمند، بینندگان عزیز، با عرض سلام و درود. امیدوارم که همیشه خوب، موفق و سربلند باشید. میخواهم اینجا در موضوع آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شیعه است صحبت بکنم. چنانکه که میدونید امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور حدود 7 ماه پیش ماه نوامبر سال 2017 در قصر ارباب گفته بود که رهبران سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به سر مردم ما مذهبی بیگانه را میخواستند تحمیل بکنند. یعنی 6 ماه بعد سال ماه می 2018 بعد دیگر آشکار گفت که یعنی پیش از رمضان بود این سخنرانیش، گفت که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پر مذهبی تشیع را قبول کرده است. بعد این سخنرانی اگر شما در گوگل واژه هنیت شیعه بنویسید معلوم می شود که ده ها سایت فیکی مربوط به حکومت و دیگر سایت های مثلا ناحیوی و دانشگاهی و دیگر شروع کردن به تبلیغات همین ادعای رئیس جمهور که همیشه همین خیلی است. رئیس جمهور اول صحبت میکند، بعد اون ماشین تبلیغات حکومت برای یعنی تأکید و راست کردن این ادعاها دیگر شروع به کار میکند و دیدیم که بعد همین صحبت امام علی رحمان ماشین تبلیغاتی حکومت جمهوری تاجیکستان علیه حزب نهضت و نشان دادن اینکه حزب نهضتی ها پوره شیعه هستند شروع کردند. سوال اینجا است برادران عزیز، خواهران گرامی، آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مذهبی تشیع را قبول کرده است؟ آیا چنان واقعا حزب نهضت اسلامی همون طوری که امام علی رحمان ادعا میکند همه یعنی پوره مذهبی تشیع را قبول کرده است؟ این سوال های است که امیدوارم در همین چند دقیقه که با شما هستم با یکدیگر این را بحث و بررسی کنیم. ببینید برادران عزیز، یعنی اتهام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به گرویدن به مذهبی تشیع در حالی هست که چند وقت پیشتر همین حزب را با تفکر ایگیلی و طالبی و داعشی و غیره متهم میکردند. یعنی اگر شما در گوگل واژه هنیت و داعش یا پیوت ایگیل بنویسید ده ها مقاله پیدا می شود که ماشین تبلیغاتی حکومت جمهوری تاجیکستان علیه حزب کار کرده است و اونجا اونها را این مقاله ها و این خبرهایی که گویا حزب نهضت اسلامی و داعش و طالبان و دیگر حزب ها و دیگر جنبش ها و حرکت های افراطی چی دارد، همکاری دارد با اینها، یک است تفکرشان فرق نمی کند گفته این چنین چیزها را می بینیم. حتی برادرای عزیز اگر ببخشید من چی کنم، حتی اگر ما و شما اگر ببینیم چی رو همین گوگل رو دیدیم که همین خیلی چی هست، حیران میشه که اینقدر در حق حزب نهضت اینقدر اتهامات دروغ به اساس را روانه کردند. مقاله عزت الله سعدالله که با خیلی زبان ها نشر شد و سفارت های جمهوری تاجیکستان در خارج کشور موظف شدند که همین مقاله را با دیگر زبان ها ترجمه اون را باز نشر بکنند. متاسفانه در کجا نشر شد؟ مقاله حزب نهضت اسلامی و داعش و چی میگن؟ و داعش اثبات عملی یک بودن تعلیمات، فعالیت و مقصد این دو تشکیلات گفته. همین از نام برادر عزت الله سعدالله، برادر عزت الله سعدالله با انتشار بیانیه گفت که این مقاله من نیست، این مقاله اصلا ربطی به من ندارد، ولی متاسفانه به نام اون چنین چیزها را نوشتن، گفتن که
مثلا چی است؟ حزب نهضت اسلامی تفکر داعشی دارد، ایگیل دارد، طالبانی دارد و ده ها چیز دیگر، مقاله دیگر نشر شد. پس چطور یک حزبی که تا دیروز داعشی و طالبانی و دیگر ایگیل و دیگر شما اون را معرفی میکردید، در یک چند مدت این شده است پورا مذهب شیعه تشیع را قبول کرده است. ببخشید، روندی قبول یک مذهب یا گرایدن به یک مذهب در یک شبانه روز نمی شود کن. ولی چطور اینقدر اینها مثل همین است که حاضر مثلا روز است بگیم که حالا روز است و همزمان بگیم شب است، یعنی دو امر متناقض و ضد و ناقض رو جمع کردن است. یعنی حزب نهضت ایگیل بود، حالا شده است تشیع شیعه. تا دیروز که ما در تاجیکستان بودیم، در تاجیکستان فعالیت میکردیم، علاقه خوبی با همه کشورهای منطقه داشتیم. حکومت تاجیکستان با کشورهای خلیج که علاقه روابطی خوب نداشت یا اصلا علاقه خیلی ضعیف بود، میگفت که حزب نهضت اسلامی اینها از کشورهای خلیج بخصوص بود چندین در چندین مقاله نشر کردن که از عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیجی اینها پول میگیرن، اینها سلفی هستن، اینها اجنده عربستان سعودی و دیگر کشورهای چرا تبلیغ میکنن، اینها سلفی هستن، اینها وهابی هستن. گفتن این چیزها را ما را میگفتن. یعنی وقتی که باز اون وقت مسئله مشکل با ایران نبود. چرا؟ زیرا اون وقت حکومت تاجیکستان علاقه خوب با حکومت تاجیکستان داشت، با ایران داشت. امام علی رحمان و اهل اویلش و کماندی که دارد با احمدی نژاد رئیس جمهوری آن وقت ایران و بابک زنجانی و حتی با بابک زنجانی اینها علاقه زیست داشتن. حزب یعنی جمهوری اسلامی ایران در روزهای سخت که با ما با برخی همسایه‌ها مشکلات داشتیم، اون روز دستگیری کرد. اون وقت مشکل نبود. اون وقت بالای حزب نهضت دیگر چیزا میگفتن که اینها ببینید اینها شیعه هستند، سلفی هستند. ولی وقتی که باز با هر سببی با ایران مشکل پیدا شد، باز میگویند که اینها چی هستن؟ برای خاطری امتیازات مالی و دیگر میگن که این نهضتی ها شیعه هستن. ببینید برادرای عزیز، دوستان گرامی، حزب نهضت اسلامی با همه کشورها بخصوص کشورهای منطقه روابط خوب داشت و دارد و الحمدلله مبالغه نمی کنم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در موردی در تعامل با کشورهای خارجی از حکومت دیده موفقتر، عقلانیتر و منطقی‌تر رفتار کرده است. الحمدلله تا امروز این رفتار این تعامل با کشورهای خارجی حفظ شده است. این حکومت است که مشکل دارد، با یک روز با ایران دارد، دیروز با ترکیه دارد، با کشورها حتی از اسنگ، از همون کشورهای مشترک المنافع شکایت داشت که مثلا چرا مثلا حزب نهضت اسلامی رو اینها حزب تروریستی اعلان نمیکنن. با کشورهای اروپایی، با سازمان صحه و با سازمان اتحادیه اروپا، با همه، یعنی ببخشید این تعامل با کشورهای خارج وقتی که ما منافع ملت بر نظر میگیریم نباید بر اساس احساسات و منافع گروهی چی شود اون را سیاست گذاری کنیم. برعکس باید همیشه منافع ملت بالا باشد، همیشه باید از منطق کار کرد، مثلا ضبط نفس داشت و نباید به احساسات داده شود که این همین چیز متاسفانه در حکومت وجود دارد. میدونید چی عجیبترش اینه برادرای عزیز، خواهران گرامی، که مثلا وقتی که اونها باز فردا اگر مثلا حالا که با اتحادیه اروپا مشکل دارد، مثلا اینکه مثلا کشورهای اروپایی به نهضتی ها و به مخالفین یک جا داده است و از همین مخالفین، از همین آزادی که اینجا هست استفاده میبرن. اونها فردا باز این هم میگن که باز اینها با خیلی که در میتینگ ها و در تظاهرات ها میگفتن که این
کشورهای غربی و اینها مثلا اینها رو کمک میکنن. همین حکومتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو متهم به شیعه گرایی میکند، به گراییدن به مذهب اهل تشیع میکند، برادرای عزیز، همین حکومت، همین شخصان اعضای سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو برای با تهمت سلفیت، با تهمت برانگیختن کینه و کدورت علیه شیعه مذهبان روانه زندان کرد. آیا نمیبینید که در ناحیه اشت، در ناحیه استراوشن واقعا خیلی برادرها رو بیچاره، برادرای بیگناه رو با تهمت سلفیت، با تهمت همین سلفیت اینها روانه زندان کنند. همین اعضای سابق حزب که شما حالا میگید اینها شیعه شدن، چطور اینها را شما میگید که اینها رو باز به سلفیت متهم میکنید و روانه زندان میکنید؟ اکی سعادتشاه عدالتشاهیف، رئیس سابق حزب نهضت در ولایت بدخشان، میدونید اونا برای چی روانه زندان کردن سال 2014؟ گفتن که همین حکومت گفت که این شخص عدالتشاه، این برادر که سعادتشاه عدالتشاهیف چیکار کرد؟ در ناحیه یزگلان و در بدخشان علیه شیعه مذهبان تبلیغ میبود. پس یعنی تبلیغ میبود و به جرمی چی؟ به جرمی برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و دینی و دیگر به 5 سال به مدت 5 سال روانه زندان شد. اگر انتخابات 2015 برادرای عزیز در یاد بیاره، همین خبرگزاری رسمی تاجیکستان، ببینید همین خبرگزاری رسمی تاجیکستان چیکار کرد؟ از زبان سید جعفر اسماعیل رئیس حزب دموکرات تاجیکستان اومد که همین شخص حزب نهضت رو متهم کرد که در ناحیه فرخار که خود سید جعفر اسمانوف نامزد بود، گفت که حزب نهضت رو متهم کرد که حزب نهضت در همین ناحیه یک عضو سلفیه را، گروه سلفیه را نامزد خود در این ناحیه کرده است. یعنی این جای تعجب است که شما یک گروه رو به خاطر سلفیت و به خاطر این روانه زندان میکنید، تهمت میزنید و بعد چند قمه میگوید که اینا هم شیعه هستند. برادر عزیز، خواهش میکنم یک وقت اگر وقت پیدا کردید یک بار در سایت خبرگزاری رسمی خاور دروید و اونجا در همون جای جستجو که در یک برش هست، در طرف راست هست، اونجا نوشته کنید حزب نهضت، چی پیدا میشه؟ شما حیران میشوید. مثلا ماه می خودی امام علی رحمان متهم کرد حزب نهضت رو به شیعه‌گرایی و دیگر متهم است حزب نهضت رو. مثلا نگاه میکنیم میبینیم که همکاری پنهان حزب نهضت با داعش در 13 فوریه 2018 مقاله الاهرام مصر نشر کرده است. اینجا که باز به داعش متهم کرده است. میبینیم که مثلا در یک مقاله دیگر حزب نهضت شریک سازمان‌های تروریستی جهانی مثل داعش، طالبان و دیگر. این 21 ژانویه 2018 باز همون مقاله که از نام دروغ، از نام این برادر که عزت الله سعدالله نشر شد، حزب نهضت و داعش اثبات عملی یک بودن تعلیمات و فعالیت و مقصد این دو تشکیلات که ماه نوامبر 2017 نشر شد. خاور از فرج اون را باز نشر کرد. متاسفانه فرج همین یک روزنامه موفق ملی بود، ولی متاسفانه امروز چیکار میکند؟ این چنین مقاله ها رو در خود جای میتید. یک بار با خودی مؤسس فرج هم صحبت شد در این باره، خیلی گفت که شما وضعیت ما رو بدونید. باز نگاه کنیم باز میبینیم که در حلنامه سود عالی درباره تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اونجا آمده است که حزب نهضت یکی از تهمت ها روابط یا همکاری با داعش است. یعنی اینجا با داعش است.
چرا رهبران هند مذهب حنفی رو فروختن، مذهب بیگانه رو قبول کردن؟ 16 سپتامبر یعنی اینجا هم مثلا با شیعه‌گرایی متهم کردن. میبینیم که حزب نهضت یا شاخه اخوان المسلمین است. ببین با داعش، با شیعه، با اخوان المسلمین و دیگر میبینیم که همه خیلی همه را چی کردن. سوال در اینجا میاد که چرا مثلا همین حکومت با این اتهامات ضد و نقیض راه داده است؟ چرا یک وقت میگه که اینا سلفی هستن، یک وقت میگن شیعه هستن، یک وقت میگن داعشی هستن، یک وقت میگن دیگر هستن، یک وقت میگن که اونها جنگاوراشون در شمال افغانستان هست، این هست. چرا به این چیزهای ضد و نقیض که مردم خودشون میبینن اینها راه دادگی هستن؟ نظری من این است برادرای عزیز که این اتهامات همه دروغ هست، بی اساس هست. برای همین وقت که مسئله دروغ بی اساس باشد، ضد و نقیض در آن پیدا می شود. و بابا همچنین میگن که دروغگو ذهن کند دارد، یعنی حافظش ضعیف است و همچنین خبرهای دروغ زد از ذهن انسان می روند. اینها یک بار میگویند که این طرح هستند، دیگر بار میگن دیگر یک تهمت های بی اساس هستند و دروغ هست. از همین میگن که در تاجیکی ما میگن که چی دروغ چی است، عمر دروغ کوتاه است. متاسفانه همین چیزها را ما میبینیم. یعنی این ضد و نقیض از همون ذهنیتی هست که اونها چی هستن، زود فراموش میکنن که بچه ما دیروز ایگیل گفته بودیم، چطور امروز شیعه اونها را میگیم. یک چیز دیگر که مثلا خیلی مهم است، این وجود هزارها نهضتی است که مردم اونها رو میبینن، میدونن کی هستن. به طور مثال من 17 سال در دانشگاه اسلامی اسلام آباد بودم، اونجا تدریس کردم، همه مردم میدونن من کی هستم. یا هزارها علما و دیگری که در تاجیکستان و در دیگر جا هستن، مردم کور نیست، میبیند. یعنی وقتی که همون آدمی که تهمت میزند دیگر میبیند، یعنی میداند که این دروغ است، میداند که محیدین کبیری کی است یا دیگرش کی هست، ولی به خاطر همون یعنی کینه، به خاطر غرضهای سیاسی متاسفانه چنین خطاها و چنین تهمت‌های به اساس ضد و نقیض راه میدهند. اینها یک چیز دیگر واقعیت این است که این حکومت در این 25 سال مصداقیت از دست داد. کردیبیلیتی میگن در انگلیسی، مصداقیت از دست داد. بیچاره زید تا دیروز یک تاجر موفق بود، خود همون رهبریت کشور اون از اون تمجید میکرد، ولی با اینکه اعلام کرد که یک حزب میکنیم، اون بیچاره را 1001 تهمت کردن و گویا طریقه‌ای و دیگر و فلان. یعنی چی قدر تهمت در حق زدن. هر کسی که با این حکومت چه کرد، 1001 تهمت بالاش میزنن. این مردم دیگر واقعا به این حکومت دیگر باور ندارن. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر شرم نداری، حیا نداری، بکن هر چیزی که دلت میخواد. اینا همینطور کردیسن. یک روز این تهمت میزنن، فردا بعید نیست که اینا بگن که حزب نهضت مسیحی شده است. واقعا بعید نیست و بعید نیست که باز با تهمت‌های اخلاقی و 1001 چیز دیگه متهم بکنن. آخره برادری عزیز، از این قدر مشکلاتی که در کشور هست، شما اومدید با مسائل دینی، با مسائل کوچه، با این مسائل دست میزنید، تهمت‌های بی اساس میکنید. بهتر نیست که مشکلی بنزین حل بکنید، مشکلات مردم، بیکاری، به اونم. چند روز پیش یک فکر نوشت که شما چیکار میکنید با یک دیگر. ما گفتیم که همین که ما کار میکنیم، شما فکرها جای کار میآورید، اینم خوب است. اگر مخالفین فعال شود، اگر مخالفین بیشتر فعالیت بکند، باز به هر چی کاری فکرها هم زیاد میشود و شاید معاششان هم بیشتر شود. خیلی برادرای عزیز گرامی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از همون قعر جامعه تاجیکستان پیدا شده است، الحمدلله. و این در تمام ارزش‌های ملی پایبند هست با ارزش‌های ملی. و شما هر چی میگویید
آخر پیامبران رو کم نگفتن؟ آیا پیامبر رو نگفتن که این دیوانه است، شاعر است، این دروغگو است، این یعنی همه تهمت ها رو در حقش زدن؟ ولی کسی بود که از بر ضد سحر، همه مبارزش بر ضد سحر بود، جادو اینها بود، باز همین را آوردن گفتن که این ساحر جادو و دیگر است، جادوگر است. آیا دیگر آزاد اندیشان غیر مسلمان ها، شما مندیل رو ببینید چی تهمت تروریست و چی چیزها روانه زندان شد، دیگر کیا رو ببینید، حتی گاندی و همه کسایی که برای آزادی زحمت کشیدن چنین تهمت ها رو در طول تاریخ دیدن. ولی اینه که حکومت فعلی ما میکند واقعا خنده آور است. مثل همون تظاهرات نمایشی که کرده بودن، همین اتهاماتش هم مثل همون تظاهراتش هم چی است، خنده آور است. و یعنی واقعا همون پولی را که میگیرن همون پول به شکل درست هم انجام داده نمیتونن. برادرای عزیز، به هر حال باز یک بار دیگر میگویم که این ضد و نقیض ها همش سببش این است که این همه اتهامات، این همه تهمت ها دروغ هستند، به اساس هستند و آنها زود فراموش میکنن و چنین تهمت ها اینها رو میزنن. یک مسئله دیگر میخواستم برادرای عزیز با شما شریک بسازم، همین است که امروزها حکومت بسیار سعی دارد که مخالفین فعال در خارج را به تاجیکستان به هر نوع دعوت بکند، جذب بکند، جلب بکند. یعنی همون حالت هایی که در سالهای پیش بود که خاک وطن و دیگر بود، اون همون چیز انجام داده ایستادن. آخر چند عدد اون قدر، مثلا اگر 3000 هم باشد مخالفین در اروپا، در دیگر جا، یا بیشتر یا کمتر، ما چند میلیون در روسیه داریم، چرا در فکر اونها نیستیم؟ آخر اون مهاجر بیچاره اینقدر زحمت میکشد، اینقدر با بودجت خدمت میکند، در قصه اون نیستی. ولی همه فکر و همه اندیشه این است که همین 4 مخالفی که در بیرون هستن صحبت میکنن، معلومات الटरनेटिव میدهند، این برای شما خوب است وجود اینها، شما خودتان سعی میکنید اصلاح بکنید. ولی چرا اینها را دعوت میکنید؟ چرا از دعوتی چند صدها هزار مهاجر کاری در روسیه صرف نظر میکنید؟ خیلی واضح هست که اینها صحبت میکنن، اینها دردهای ملت هم میگویند، برای همین اینها میخوان با هر راه جذب بکنن و اون بیچاره‌ای که مهاجری کاری که بیچاره کار میکند و اصلا در قصهش نیستن و در فکرم نمیکنن که یعنی بودن و نبودن اون برای اونها اونقدر مهم نیست. مهم این است که آدم باید بر ضد حکومت چیکار نکند، یعنی بر ضد نه، حتی کمبودی های حکومت نگوید، باید همه خب باشند. امیدواریم از حکومت خواهش میکنیم که از اینکه در فکر بازگشتی 4 مثلا چند عدد مخالفی که صحبت میکند، این به فایده شما هم هست، از این فکر کرده دیده شما در فکر برگرداندن مهاجرین باشید، جای کار در وطن باشید. حتی اگر شما نمیتونید، همونهایی که در وطن هستن همونها را جای کار برای اونها مهیا بکنید و بیشتر در فکر این چیزها باشید از اینکه با دست به تهمت های خنده آور میزنید، همون طوری که تظاهرات هایتان خنده آور بود دیگر همین. برادرای عزیز، خواهرای گرامی، بینندگان ارجمند، برای توجهتون تشکر. خدا نگهبان، در پناه الله باشید، همیشه موفق، سربلند باشید. خدا نگهبان.